ما داریم کمیته دین، تنظیم، عنعنه و جشن و مراسم ها. یکی راه‌های پول کار کردن حکومت انمی کمیته قطعی. یکی از راه‌های فساد، حتی فساد، کمیته فساد ای کمیته دین، تنظیم، عنعنه و جشن مراسم ها. اونقدر نام زیاد داره که یکی از راه‌های فساد یا که راه‌های پورگیری یا که غارت جیب مردم انمی کمیته قدیم داره. یکی از راه‌هاش 2007 ماهی یوم بد فکر کنم تأسیس یافته بود. 2017 10 سالگیش در یک از کاخ باربد بود جشن گرفتن یا که یک جلسه کردن. تمام ملا را خزونده بود که رحمانوف بخزن 28 ملا خشم همی رحمانوف ملا میدونه نه یک خصلت یا که یک لقب کلیچکش ایران ملا بوده وقتش ده همی رحمانوف یک مقاله یک بار خوندم او را کور کردن در وقتش وقتی که مکتب میخونده در معلمه روس عاشق شده همون وقتی را ملا میگفته بود دسته هم نه وقتی به توفیق به ایمان و به خدا شد این وقتش ده اکن ملا زده چه یکون نماز میخونده شاید که نصیحت میکرد یکون کار میکرد که ملاش میگفته انا نگاه کنین همون 28 ملا را وقتی خیزان انا اون روزی چی بود تأسیس یابی 10 سالگی تأسیس یابی کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن مراسم ها انا همین گفتم راه غارت مردم انا همین کمیته قطعی شما ببینید نمی نو دور نه یک همشهر یا که یک هموطن ما و شما را جریمه بستن در خونش باید که 50 نفر فریاد میکنه 70 یا 80 نفر فریاد کنه نمیدونم یا جشنی توی معرکه فرزندش بود یا که یک معرکه خرسندی اویلوی بود ممکن نیست چند نفر که رژیم میگه گویا کمیته میگه شما باید همون قدر نفر بیارید یعنی جمع کنید در توی خرسندیتون حتی در جنازهاتون در خرسندی و زیقیتون حکومت میگه که چند نفر اشتراک کنه چند نفر یعنی حاضر شود چند نفر حاضر نشود شما باید که همون کارو بکنید اینا میگن کمیته دین نگاه که کمیته دین کدام دین کمیته دین بله کدام دین علامت سواله تنظیم خوب کنترل کردن انا می اوزی گفتم امیوه دسترخوان شما را کنترل میکنن نظارت میکنن تنظیم شما میگن که چند قدر مثلا نان باشه چند قدر میوه باشه چند قدر شیرینی باشه جشن و مراسم ها تمام جشن و مراسم ها دخالت باید بکنه خب بیا آفرین بسیار کمیته مهم بسیار کمیته مهم ای روز تأسیس یابیش تا حاضر هر سال ما جشن نوروز میگیریم که سون شما نمیگن چند قدر از خود میشود سون شما نمیگن کمیته دین مسئوله باید که نظارتش کنه اقلا ایش کار نکنه میتونه چی با که با جشن‌های مردم یا که با دسترخوان مردم کار میگیره وقتی که با رژیم سر کار گرفتن نمیتونه ای سال 2007 که تأسیس یافت کمیته تو حاضر جشن وحدت جشن نوروزی استقلالیت سال نو اینا با سال گذشته یک 30-40 تا جشن نو با جشن کارتوشکا پیو سبزی بادرنگ عسل زردالو شفتالو خربزه و کدو یک گله جشن نو دیگر تأسیس یافت که هر سال ما هر یک روزه باید که جشن بگیریم اینا یک کمیته تنظیم عنعنه جشن مراسم ها چی با که گپ نمیزنن سفرهای رحمانوف خودش یک جشنه سفرهای رحمانوف خودش یک جشن ای جشن وحدت دم فکر میکنم رسخ زیاد داره ای جشن سال نو دم اونا ارچه یک 300,000 سومانی ده سال گذشته در ولایت ختلان ارچه نصبی یک چسبونده بودن یا ارچه اینگه در دوشنبه یا ارچه در ختلان سو کلوب یا ارچه میارد میمونن گویا که اون مسئولن گویا که مسلمان هم هستن خب نگاه کن کمیته دین تنظیم جشن مراسم ها یا وظیفه خودشون ادا نمیکنن یا به مسئولیتی نشون میدن فقط ولی نگاه کنید یک دشمنی همی سلیمان دولت رئیس همی کمیته میدونین چیه ایده امضا داره در این دست داره که شهروندانی که تا 35 حج رفتن نمیتونن این دست داره غیر از این تمام حاجیایی که پول میتن کو پاره انا می دست داره یکی از شاخه‌های هم کمیته امنیت هم به هر حال اگر ناموس میداشت ایمان و انصاف میداشت یا که انسان میبود باید استعفا میداد دیگراش هم همچنین مکرم
اگر مسلمان بود استعفا میداد. چی مسئولیت یا که رئیس شورای علما عبادت ہے در گردن قرض فرض نه ایودا شب برو استعفا بده. استعفا گناه نیست. بهترین نمی حاضر شب روز در بهترین عبادت یا که بهترین عمل در این حکومت داره ما شما استعفا ہے. ایده دیگه قهرمانیه کسی استعفا بده. نه که هیچ کس استعفا نمیده. میترسن یا که شاید وظیفه زیادی بعد دوست می‌دارن.